سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. دوستای عزیز، این ویدیو در مورد سوال یکی از دوستای ما تهیه شده که از ما پرسیده بودن که آهنگ ساقی دل ما خون شد به خدا کجا شرابم، که ایده ما به حساب آموزش بدم. ما گرچه که ما هرمونی نواز نیستم، یعنی ما کاملا بالای هرمونی نواختن مسلط نیستم، فقط ما هرمونی را به مو اندازه یاد دارم که خودم تمرین صدا کنم و بخوانم. ولی چون که ما بسیار یک ارادت خاص دارم در مورد دوستای ما که میخواین خود رشد بتن و موسیقی یاد بگیرن، با او خاطر چون ما بسیار زیاد از امی قلب خود میخوایم که دیگران را کمک بکنم و همون چیزی کمی که خودم یاد دارم بر دیگران رو تقسیم بکنم. از او خاطر من امی آهنگ به خواهش امی دوست بسیار عزیز ما تهیه کردیم. خدا کنه که چیزی باشه که ما اردوی ما ازش خوش باشیم. میریم شروع میکنیم. اول اسکیل ما ایره از سی اسکیل میخوانیم، سی میجر اسکیل، به خاطر از اینکه تمام آهنگا را ما دمی سی میجر اسکیل و اصلا تمرین ما دمی است، چون که این اسکیل ساده تر است بروی هرمونیه، یعنی اسکیلش بسیار ساده دیده میشه به چشم. از خاطر چون تمام ویدیوها در اسکیل سی بوده، ما این آهنگام از اسکیل سی شروع میکنم، ولی اسکیل آل ما تشریح میتم و شما میتونین از هر اسکیلی که بخونین، وقتی که فهمیدین که کدام اسکیل است، کدامش کامل است، تیور است، و شما میتونین که از هر نوتی که انتخاب خود شما باشه، امو کچ صدایتان باشه، از امو شروع کنین. گرچه که کچ صدای من این نیست، اگر ما بخوانم ما این آهنگ از این سی نمیخوانم، نوت سی، ولی ما بخاطر که تمام تمرین آدمی بودم، من از اون خاطر ایره از اینجا میخوام. اسکیلش اول قسمی است که در این اسکیل فقط ری کامل است و یا فلت است و دا، یعنی دو تا فلت هستن و یا کامل هستن، دیگه کلش تیور است. شما اینا رو ببینین، این نشانین کنین، این نوت و این نوت. ولی شما اگر از اسکیل دیگه شروع بکنین، از این شروع بکنین و از این شروع بکنین، دیگه این دو نوت نمی باشه. ری و دا فلت است. در هر اسکیلی که شما شروع میکنین بفهمین که ری و دا فلت است. حالا میریم اسکیل یک بار یک جای میبینیم. سا ری که دیدیم. حالا آهنگ شروع میکنیم. دوست عزیز، آهنگ از سی میجر سکیل آهنگ شروع میشه، اما سی ازی انورشن است، یعنی که ما از این نوت شروع میکنیم اینجا. از اون خاطر ما امی کلک ما را از اینجا میبریم در اینجا، چون ما از این نوت شروع میکنیم. ساقی دل ما خون شد به خدا کجا شرابم، زین چشم ترم سوزد جگرم، سرمست و خرابم. بوتش شکرم بنشین ببرم بنشین ای جانم.
پس دوباره از اینجا شروع میشه. شما میبینید دوستای عزیز، ما بسیار زیادی را آهسته آهسته کوشش کردیم که بنوازم و واضح خدا کنه که این همونطوری که ما خواستیم همونطور واضح آمده باشه و ما تونسته باشیم که نوتا را به شکل درست و دقیقش نشان داده باشم. ساقی دل ما خون شد به خدا کجا شرابم، زین چشم ترم سوزد جگرم سرمست و خرابم، بودش مدرم بنشین ببرم بیش
ما امی آهنگ در یک ریتم 4/4 تایم سیگنیچر تمرین میکنیم که ای در افغانی به نام گدا یاد میشه. اول ما میبینیم این ماترا را امی تال یک دفعه میبینیم اصاب میکنیم ماترایش میبینیم که چند ماترا داره، یعنی سر تال یک دفعه کمی کار میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. ساقی دل ما خون شد به خدا کجا شرابم. ساقی دل ما، یعنی میبینیم از سم شروع میشه، از امون یک ما شروع میکنیم. ساقی دل ما خون شد به خدا کجا شرابم. زین چشم ترم سوزد جگرم سرمست و خرابم. بوتش و گرم بنشین ببرم بنشین ای جانم. شدم نگران توچنان دگران از خود مرانم. ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی. کمتر بگو افسانه جام دیگر پیمانه. خب عالیه، در روی ارمینیا کار میکنیم. ساقی دل ما خون شد به خدا کجا شرابم. زین چشم ترم سوزد جگرم سرمست و خرابم.
عزیز، این بود ویدیو امروز. امیدوار هستم که تانسته باشم که نوت‌ها را به شکل درستش در روی هارمونیم نشان داده باشم. البته من کوشش خود کردم، اما شما میفهمین که من یک نوازنده نیستم. هارمونیم را فقط همین قدر یاد دارم که خودم تمرین صدای خود داشته باشم.